بینندگان عزیز، به برنامه این هفته زندگی سالم خوش آمدید. امروز بخش اول از برنامه 2 قسمتی در مورد نظرات یک پزشک خامگیاهخوار وگان ایرانی امریکایی را در زمینه رژیم غذایی و تغذیه مشاهده می‌کنیم. ایشان خانم دکتر زرین آذر، متخصص گاستروانترولوژی یا دستگاه گوارش و نیز متخصص هپاتولوژی یا کبد از شهر سان دیگو کالیفرنیا در آمریکا می باشند. دکتر آذر علاوه بر تخصص در این زمینه‌های مرتبط به تغذیه، 25 سال نیز خود در این زمینه‌ها تحقیق کردند و عضو دائم انجمن بهداشت ملی و همچنین عضو دائم کمیته پزشکان برای طب مسئولانه یا PCRM هستند که هر دو شیوه زندگانی وگان را توصیه می‌کنند. ایشان از طرف PCRM مدرک استفاده از رژیم گیاهی برای درمانهای بالینی و از طرف R-Place International مدرک درمان طبیعی بدن و روزه گرفتن را دریافت کردند. بیایید اکنون ببینیم چرا ایشان رژیم گیاهی را انتخاب کردند. خانم دکتر، شما از چه زمان گیاهخوار شدین و چی شد که تصمیم گرفتین که گیاهخوار بشین؟ من 20 ساله که گیاهخوار هستم و اتفاقی که افتاد، من وقتی اومدم آمریکا شروع کردم به خوردن پیتزا و همبرگر و همه این داستانم و یواش یواش دیدم که سایزم روز به روز داره بزرگتر میشه و نه تنها سایزم داشت بیشتر میشد، بلکه احساس کردم که از نظر انرژی خیلی انرژی کمی داشتم، روحیه خوبی نداشتم. بالاخره بعد از 2-3 سال واقعا با خودم فکر کردم که این روشی نیست که من میخوام به زندگی ادامه بدم و از همون زمان شروع کردم به اینکه بیشتر و بیشتر راجع به تغذیه بخونم. اولین کاری که کردم البته گوشت قرمز رو گذاشتم کنار. مثل خیلی‌های دیگه فکر می‌کردم که گوشت مرغ و ماهی بهتر از گوشت قرمز هست. بعد میزان گوشت مرغ و ماهی رو کمتر کردم توی غذام و بالاخره شروع به ورزش و فعالیت بدنی کردم و در این پروسه‌ای که داشتم جلو می‌رفتم و مطالعه در مورد تغذیه می‌کردم، در عین حال برخورد کردم به مسائل حیوانات. و باید بگم که مسئله حیوانات، اگرچه من در حقیقت گیاهخواری رو به خاطر سلامتی شروع کردم، ولی مسئله حیوانات برام بسیار مهم شد و در حقیقت مسئله اساسی زندگیم به شکل مسئله اساسی زندگیم قرار گرفت و واقعا آشنا شدم با مسائلی که حیوانات باهاش روبرو هستند در حالی که به اصطلاح پرورش داده میشن، که در حقیقت پروار میشن به خاطر اینکه به مصرف ما انسان ها برسند. و از اون زمان مطلقاً گیاهخوار شدم، وگن شدم و تا به امروزم ادامه دادم. دکتر آذر به عنوان یک خام گیاهخوار وگان تنها مواد غذایی گیاهی خام و فرآوری نشده را مصرف می‌کنند. پیروان این رژیم از مواد غذایی که بیشتر از 46 درجه سانتیگراد حرارت دیده باشند استفاده نمی‌کنند، زیرا اعتقاد دارند که بدین شکل آنزیم‌های آنها از بین می‌روند. آنها همچنین معتقدند که عمل پختن ارزش‌های غذایی و انرژی حیات بخش مواد غذایی را کاهش می‌دهد. مزیت خامگیاهخواری به گیاهخواری چیه؟ خامگیاهخواری انسان رو قادر میکنه که هر کسی در حقیقت در حیات خونش یا حتی اگه تو آپارتمان زندگی میکنه، کنار پنجره خونش باغچه خودش رو درست بکنه و بتونه در اونجا شروع به پرورش گیاهان بکنه. میتونه میوه خودش رو تو حیات خونش بکاره. تا حدود زیادی ما رو از حمل و نقل، این همه حمل و نقل از راه دور برای مواد غذاییمون، این مسئله رو تا حد زیادی حل میکنه. سلامتی بسیار زیادی به انسان میده خامگیاهخواری که باعث میشه کمتر مجبور بشیم به پزشک و دارو مراجعه بکنیم و از این نظر واقعا تحولی در مسئله پزشکی به وجود میاره. طبیعی زندگی کردن روحیه انسان‌ها رو متفاوت میکنه. در نتیجه آدم‌ها نگاهی به زندگیشون میکنن و به اصولی که در زندگی روزمره بدون اینکه راجبش فکر بکنیم بهش پابند هستیم رو دوباره بازنگری میکنیم و اون رو کنار میذاریم. در نتیجه من یک دفعه نگاه کردم گفتم مثل این هستش که با خامگیاهخواری میشه
کلا تمام اون تغییراتی رو که من همواره احساس میکردم به نفع بشریت و به نفع حیوانات و به نفع طبیعت باید انجام بشه، همش انجام میشه. و تجربه هم نشون داده، چه در زندگی شخصی چه در واقعا برخورد با بیمارانم، که در حقیقت بله این میسر هستش. بدون شک گیاهخواری یک تغذیه بسیار خوب هستش و برتری داره به همه چیز خواری یا گوشت خواری، ولی خام گیاهخواری خب میدونین که در اثر پختن بسیاری از مواد اصلی گیاهان از بین میره، یا بسیار از مواد غذایی نه فقط گیاهان از بین میره. در نتیجه با خام گیاهخواری ما میتونیم مواد بیشتری رو در میزان مصرف کمتر، با میزان مصرف کمتر مواد غذایی به بدنمون برسونیم. بنابراین باور دارم که واقعا خام گیاهخواری یک مرحله نهایی در تغذیه و سلامت بشر، محیط زیست و حیواناته. پس شما به عنوان یک پزشک متخصص که آشنایی کامل با سیستم گوارش انسان دارید، بهترین تغذیه رو برای سلامت بدن انسان خام گیاهخواری میدونید؟ بدون شک. به نظر من سیستم اجتماعی نه فقط از نظر تغذیه نامناسب هستش و نه فقط تغذیه نامناسب برای بدن انسان رو به انسان تبلیغ میکنه، بلکه از نظر روحی هم مشکلات بسیار فراوانی به وجود میاره. بنابراین برای من مسئله بیماری فقط یک مسئله جسمی نیست. من فکر میکنم انسان ها به طور کلی باید روش زندگی و نحوه نگرششون به جهان رو تغییر بدن، باور به خود، باور به سلامتی خود، باور به توانایی بدن، باور به اینی که طبیعت ما رو در حقیقت علاج همه بیماری ها رو طبیعت به ما درمان میده. رژیم گیاهخواری و خام گیاهخواری بازگشت به رژیم طبیعی انسانه. باردار هستید، مسن هستید، برای بچه هاتون در سنین کودکی دچار هر بیماری، هر تشخیصی که دکتر براتون بده، هر بیماری که هستید، رژیم خام گیاهخواری براتون بهتره. خانم دکتر آذر در زمینه سلامت عمومی فعالیت می‌کنند و همچنین در فعالیت‌های کمیته پزشکان برای طب مسئولانه بسیار فعال می‌باشند. ایشان به عنوان عضو دائم این سازمان بر روی قانون‌های ملی مهمی کار می‌کنند، از جمله قانون تغذیه کودکان که در زمینه طرح‌های تغذیه مدارس می‌باشد. ایشان همچنین به گروه‌های محلی در مورد سلامت قلب و رژیم غذایی سخنرانی می‌کنند و مقالات بسیاری در مورد تندرستی می‌نویسند. اکنون بیایید در مورد شیوه‌های درمانی دکتر آذر بیشتر مطلع شویم. خانم دکتر، شما برای بیمارانتون شده تا حالا برای درمان بیماریشون تجویز کنین که از رژیم خام گیاهخواری استفاده کنن؟ بدون شک، همیشه این اصلا اولین روش درمانی منه. هر بیماری که مراجعه به من میکنه بدون شک بهشون توصیه میکنم. البته بستگی به نوع بیماری، بسته به نوع بیماری که میاد، بستگی به نوع و وضع زندگی، روش زندگیشون، بستگی به روش غذایی گذشتهشون، بدون شک توصیه من این هست که اگر میتونن مطلقاً خام گیاهخواری و اگر براشون امکان نداره بدون شک در ابتدا برای دوره گذار بهشون توصیه میکنم که بدون شک گیاهخواری رو پیشه کنن و اگر هم ممکنه تا 80% خام گیاهخواری رو. ولی باز هم میگم برای هر بیماری خب رژیم خاصی مورد نظر هست. فرض کنید یک بیمار کلسترولی با یک بیمار کلیتی فرق دارن. من به بیمار کلیتی نوع خاصی از غذا رو توصیه میکنم، نوع خاصی از میوه ها رو توصیه میکنم که محرک نباشه، در صورتی که خب یه بیمار کلسترول اگه میاد پیش من یا بیمار قند اگه میاد پیش من، خب بدون شک برای بیمار قند سبزیجات بیشتر، برای بیمار کلسترولی یک مجموعه کلی از گیاهخواری متفاوت. ولی در کل حتما توصیه‌ام این هست که بدون شک گیاهخواری و تا حداقل 80 تا 85% خام گیاهخواری.
بله. بعد در کنار تجویز رژیم خامگیاهخواری آیا برای بیمارانتون داروی شیمیایی هم تجویز میکنید؟ هرگز. میان پیش من و در حقیقت بیماران روی دارو هستن. تمام سعی من این است که آهسته آهسته اینا رو از رو دارو برداریم. بعضی از بیماری ها، البته خب بیماری کلسترول اینا بلافاصله دارو رو قطع میکنیم. بیماری مثل کولیت اگر که با در حقیقت استروید و پردنیزون و با این نوع داروها پیش من بیان، یا داروهای سنگین‌تر در حقیقت که سیستم ایمنی رو به خواب فرو میبره، در حقیقت اگر پیش من بیان، که آهسته آهسته سعیمون بر این هستش که با تغییرات روش زندگی و با تغییرات غذایی بتونیم اینا رو از رو دارو برداریم. و خود بیمارانم آگاه هستن که این روشی که من دارم. در مورد بیماری‌های خاص مثل سرطان چطور؟ آیا فکر کنید رژیم خامگیاهخواری کمک میکنه به بهبود این بیماری‌ها؟ بیماری نمیشناسم که خامگیاهخواری بهش کمک نکنه. در مورد درمان کامل نمیتونم بگم، چون بستگی به پیشرفت بیماری داره و بستگی به این داره که روش غذایی افراد چگونه بوده، تا چه حدی دنبال میکنن روش غذایی جدید رو. ولی این نکته رو لازم هست در اینجا اشاره بکنم. من به غذا به شکل دارو نگاه نمی کنم. غذا دارو نیست. در حقیقت بدن ما نیاز به هیچ نوع دارویی نداره. بدن هوشمنده. بدن انسان و بدن تمام حیوانات، بدن گیاهان، به طور کلی طبیعت هوشمنده و این هوشمندی طبیعی به طور کلی و به خودی خود درمان همه بیماری ها، صدمات و لطماتی رو که به هر جسمی وارد میشه رو میدونه این هوشمندی. بنابراین من بحثم این نیست که بیایید دارو رو برداریم و به جاش این گیاه رو، این غذا رو بخورید و شما در نتیجه بهبود پیدا میکنید. مسئله این هست که روشی ایجاد بکنیم که در اون روش بدن بیشترین فرصت رو پیدا بکنه که بتونه از قوه طبیعی خودش استفاده بکنه و بهبود بیماری به وجود بیاره. به چه معنا؟ بدن ما شب و روز داره با عوارض مختلف می جنگه. در مورد سرطان، سلولای سرطانی شبانه روز در بدن ما در حال تولید هستن. از سوخت و سازی که در بدن ما انجام میشه مواد زائد تولید میشه، ولی بدن هوشمند ما آگاهانه میدونه که چجوری باید این سلولای سرطانی رو پاک کنه، از بین ببره، این مواد ناشی از سوخت و ساز بدن رو که مضر هستن دفع بکنه، از طریق کلیه، از طریق مدفوع، از طریق عرق کردن، از طریق دهان، پوست. لازم ما در کنار رژیم گیاهخواری یا خامگیاهخواری از مکمل‌های ویتامین استفاده کنیم؟ من هر وقت کسی از این سوال میکنه برمیگردم جواب میدم و میگم والا فکر نمی کنم کسی که گیاهخواره نیاز به مکمل داشته باشه، ولی کسی که گوشتخواره بدون شک نیاز به مکمل داره. ببینید همونطور که گفتم گیاهخواری و خامگیاهخواری رژیم اصلی بدن انسانه. اینه که فلان قرص مکمل رو بخوریم یا نخوریم یه دیدگاهیه که برمیگرده به این نوع برخورده به مواد غذایی. اگر یه رژیم غذایی خوب داشته باشیم، اگر گیاهخوار هستیم، اگر 80 تا 85% مواد غذاییمون رو از سبزیجات و میوه‌جات تازه استفاده میکنیم و اگر روش‌های دیگه زندگیمون سلامت هستن، هیچ نیاز به مصرف هیچ نوع دارو و قرصی نداریم. خانم دکتر آذر، ما صمیمانه از توصیه‌های تغذیه‌ای خوب شما سپاسگزاریم و خوشحالیم که بیمارانتان قادرند یک زندگی سالمتر و مؤثرتری را با پیروی از رژیم خام گیاهخواری وگان داشته باشند.